آقا مرتضی من یه گونی برنج رو برمی‌دارم. پارسال 2 تا کیسه واسه نظری بردی، امسال 1 کیسه. آقا مرتضی پارسال برنج کیلو 100 تومن بود، الان شده 250 تومن. با همین فرمونم بخوایم بریم جلو سال دیگه بعد اندازه یه قابلمه درست کنیم خودمون بشینیم پای سفره خودمون بخوریم. 1 کیلو برنج به من میدین؟ باشه چشم. موجودی نداره، نمیخواد عمو، اب نداره، به بعدا میاد. اسم باباش چیه؟ دخترم آقا رضاست، پارسال رفت بالا برقو درست کنه واسه هیئت، افتاد زمین بنده خدا، الان چند مدتی تو کوبان بود، الان هم خونه ماشین. من الان میام. ببخشید دخترم، خونه آقا رضا اینا کجاست میدونی؟ من دخترشم. اینو یکی داد نظریه، گفت من بدم به آقا رضا اینا، اینو بده به آقا رضا. واسه ماه چه نصفشم بدم به دوستم چون اونا برنج ندارن. بده به دوستم بگم اینو کی داده؟ رفیق مشترک من و باباته. اسمش چیه؟ امام حسین. عشق محمود